دوستان خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره بهتون یاد بدم چجوری بدون فیلتر شکن و این داستانا و نمیدونم خرج کردن واسه اینجور چیزا رفت توی یوتیوب و با دی ان اس هم رفت توی پابجی کره و این داستانا. اینستاگرام هم حتی میشه باهاش رفت، انگار نتتون بدون فیلتره. اول از همین برنامه‌ای که این 4 تا یکم دارم تکون میدم و میبینید اینو شما باید فیلتر شکن روشن کنین. اول بریم گوگل، زنم 4 تا 1 دی ان اس. نگاه اینجا اینجوری میزنی نمیره، رفت نه نرفت. شما اول اینجا باید یه فیلتر شکن روشن کنید، چون همینجوری بری گوگل نمیاره. شما گوگل برین مستقیم نمیاره، چون 4 تا 1 میزنی چیزای دیگه میاره. اینجا میایم سرور کانفیگ، میایم پایین یه دونه این چیزا کانفیگ ور میداریم، میایم اینجا میزنیم خب گوگل، خب میزنیم گوگل پلی، از اینجا میاره. شما میتونید اینو از اینجا دانلود کنیم. حالا بریم ببینیم کاراییش چیه. ما رو ببندیم. خب اول از همه من اینو بذارین روشن کنم با نت ایرانسل. بررسی اتصال. هر موقع نوشت اینترنت شما خصوصی است یعنی داره کار میکنه. خب بریم گوگل. نگاه فیلتر شکن نیست این. نگاه فکر کنم نگاه همه چی داره بالا میاد و اینکه با این حتی تو پابجی کره هم میشه رفت. بریم تست کنیم این پابجی کره، بریم توش و خلاصه این که این آره باهاش میشه توی اینستاگرام، یوتیوب اینا همه رفت. الان پابجی کره هم بریم تست کنیم. وای میسیم یه لودینگ هایی میده، نوشته 61.4 مگابایت دانلود کن. خب با 64 مگابایت رو میزنیم. سرعت دانلودش هم که دیگه میبینید. و اینکه اگه دوست داشتین چنل منو سابسکرایب کنین، لایک کنین تا از این ویدیو بذارم. اینم داره دانلود میشه. دیگه چی میمونه؟ اینستاگرامو چون من ندارم اصلا ندارم برم توش، ولی به یکی از بچه‌ها که گفته بودم این 4 تا 1 رو نصب کرده بود تونست بره توی اینستاگرام و بغل من رفت و سرعتش بی‌نظیره. سرعتش بی‌نظیره واسه اینستاگرام رفتن و یوتیوب رفتن و این داستانا. خیلی خوبه، اصلا خیلی عالیه سرعتش. همین الان من رفتم دیدیم. دیگه لازم نیست پولتون رو بریزین توی فیلتر شکن و این داستانا رو بریم بخرین. اینم الان دانلود شد. 60 مگابایت. بریم برای دانلودش، بریم توی پابجی کره و جز اولین کسایی باشیم که با دی ان اس بریم توی پابجی کره. امیدوارم از این ویدیو لذت ببریم. لودینگی میده. لودینگ نتمون ببینم ایرانسله. بله ایرانسله. نگاه 4 تا 1 هم روشنه. نت ایرانسل رفت توی پابجی کره بدون اینکه فیلتر شکن بزنم با دی ان اس. جز اولین کسایی که این کارو میکنن. خب چیه این وقت بده؟ بریم یه دست تی دی ام ببینیم. چرا میدلیست زرد کشیده؟ این پینگ داستانش چیه؟ 138 130. چون منطقه ما نت ایرانسلش ضعیف. اگه نت خودتون اوکی باشه میتونیم بریم. حالا نمیدونم شاید با وای فای هم تونستیم بریم، من نمیدونم. بعد اینکه فایل اینو من توی چیز گذاشتم توی چنلم، توی چنل تلگرام که توی دیسکریپشن هست، میتونین برین توش فایل رو دانلود کنین اگه نتونستین پیدا کنین. چون با بعضی از فیلتر شکنا میری مینویسه چیز تو کشور شما مجاز نمی باشد. خب بیایم اینجا اینو بذاریم تی کلاسیک.
پینگ 84 88. بریم ببینیم داستان چیه و این 4 تا 1 که داره معجزه میکنه انگار. نه اوف چه ریجستری داره. این چی بود؟ کوری انداختن. نیاون. بله بذارین یه گانه دیگه بکشم. فور چی شد؟ پینگ 100 میده توی پابجی کره دیگه. عالیه واسه اون کسایی که پابجی کره بازی میکنن و چند سال دارن فیلتر شکن میزنن و ریجسترشون صفره. خدا وکیلی ریجسترش خوبه. دوستایی که دوست دارن پابجی کره رو با ریجستر بازی کنن اینو خب بریم ببینیم توی عملکردش توی یوتیوب رو یکم بهتر ببینیم. بریم توی یوتیوب این داره بالا میاره اینا. حالا بریم نت همراه اول رو نگاه کنیم. بریم نت همراه اول با این 4 تا 1 کار میکنه یا نه. یا میذارم رو نت همراه اول یوتیوب. نت همراه اول چی شد؟ اینترنت شما خصوصی است. همراه اول چی شد؟ اینجا قطع کنیم یه دور. قطع نمیکنه چرا؟ بریم توی 4 تا 1 و واقعا امیدوارم این ویدیو رو وایرال کنیم و بقیه هم ببینن اینو توی یوتیوب تا من بتونم به سابسکرایبرهای بیشتر برسم و ویدیوهای بهتری واسهتون بذارم. نگاه کنین سرعتشو. نگاه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفا سابسکرایب کنید. با تشکر.